همین 5 تکنیک ساده کافیه برای اینکه معجزه رو دریافت کنی. تا حالا دقت کردین که تو زندگیتون هر کاری که انجام میدید برای رسیدن به آرامشه، برای رسیدن به شادیه، اما خیلی وقتا تجربهش نمی‌کنید، اون آرامش و شادی رو بهش دست پیدا نمی‌کنید. تو این ویدیو با استفاده از اون راهکارهایی که برای تسلیم بودن خداوند با شما به اشتراک میذارم به راحتی میتونید به آرامش، به شادی برسید، با خودتون در صلح قرار بگیرید. 5 راهکار بسیار مهم رو میخوام با شما در میون بگذارم که راهکار 4 و 5 از همه مهمتره و بسیار تاثیرگذارتر و نتیجه بخشتر. پس تا پایان ویدیو همراه من باشید. تسلیم بودن در برابر خداوند یعنی اینکه ما بپذیریم که خداوند کمکمون میکنه، یعنی اینکه از سر راه کنار بریم و اجازه بدیم که خداوند کارها رو انجام بده، اجازه بدیم که خداوند راهها رو باز کنه و هر چیزی در زمان و مکان مناسب خودش خداوند اونو انجام بده و همه چیز به نفع ما پیش بره. اما چطور میشه تسلیم خداوند باشیم و این تسلیم خداوند بودن چطور میتونه به ما کمک کنه؟ 5 راهکار رو میخوام با شما در میون بگذارم. راهکار اول اینه دوستان عزیزم که با خدای خودمون گفتگو کنیم، نیایش کنیم، دعا کنیم. یعنی روزانه هر روز یک وقتی رو اختصاص بدیم برای این موضوع، برای گفتگو، برای صحبت کردن با خدا، برای اینکه نیایش کنیم، برای اینکه دعا کنیم برای پیشرفتمون، برای موفقیتمون، برای بهتر شدن زندگیمون، برای رسیدن به خواستهامون. ببینید دوستای عزیزم، این کاریه که من خودم همیشه انجام میدم. من سعی میکنم هر روز این کار رو انجام بدم و اون روزهایی که من در ابتدای صبح میام این کار رو انجام میدم، میام این کار رو در واقع با خدای خودم میشینم صحبت کردن. خدای من میخوام این اتفاقای خوب برام امروز رخ بده، میخوام زندگیم اینجوری باشه، خدای این کارا رو تو برام انجام بده، هدایتم کن، این مسیرها رو برام باز کن. این گفتگو و صحبت کردن با خدا ما رو آروم میکنه. این گفتگو و صحبت کردن به خدا انگار یک باری رو از روی دوش ما برداشته و کمکمون میکنه که ما دیگه از این بابت خیالمون راحت باشه، دیگه نگرانی نداشته باشیم. و اصلا کلا وقتی ما میایم با خداوند صحبت میکنیم داریم توجه میکنیم به خواسته های خودمون. وقتی میایم جنبه مثبت صحبت میکنیم، نه اینکه بیایم گله و شکایت کنیم، نه، وقتی میایم در مورد خواسته هامون صحبت میکنیم، وقتی میایم دعا میکنیم برای رشد و پیشرفت خودمون، خب ما داریم توجه میکنیم به نکات مثبت، توجه میکنیم به رشد و پیشرفت، به موفقیت. و اساس قانون جهان هستی اینه که ما به هر چیزی توجه کنیم به همون سمت هدایت میشیم. پس این راهکار خیلی مهمه، حتما انجامش بدید تو قدم اول. و راهکار دوم، تکنیک دومی که خیلی بهتون کمک میکنه که در برابر خداوند تسلیم بشید و به آرامش برسید چیه؟ ببینید دوستای عزیزم، راهکار دوم اینه که شما بپذیرید اراده خداوند رو، پذیرش داشته باشید. یعنی چی پذیرش داشته باشید؟ یعنی اینکه هر اتفاقی که تو زندگیتون رخ میده بخشی از اون برنامه خداوند برای رسیدن شما به خواسته هاتونه، برای رشد و پیشرفتتونه. خب یا حالا اتفاق خوب رخ میده یا اتفاق بد رخ میده. البته که یه نکته مهم اینجا وجود داره که من قبلا یه ویدیویی در موردش آماده کردم که چرا اتفاقات بد برامون رخ میده، از اینجا میتونید ببینید دلیلشو. ولی یه قسمتی از اینها، حالا چه اتفاق خوب باشه که صحبتی نیست در موردش، اما اتفاق بد هم اگر باشه، در ظاهر ما مثلا بده، اون ممکنه بخشی از این برنامه خداوند باشه و نیاز باشه برای اینکه اون اتفاق انجام بشه تا ما راهمون رو پیدا کنیم، تا یک درسی بگیریم، تا به مسیر درست هدایت بشیم یا هر چیز دیگه. در ظاهرش ممکنه اتفاق ناخوشایندی باشه، برنامه نامناسبی باشه، ولی اون اومده که به ما کمک کنه که ما راهمون رو پیدا کنیم، به ما کمک کنه که رشد کنیم، به ما کمک کنه که آماده بشیم برای پیشرفت، موفقیت، رسیدن به خواسته. پس میخوام ازتون که همیشه و در همه حال پذیرش داشته باشید و تسلیم باشید که من نمیدونم دلیل این که این اتفاق الان بر من رخ داده، من نمیدونم، من در همه حال به خداوند ایمان دارم، اعتماد میکنم و تسلیمش هستم که این بخشی از این برنامه خداوند برای رشد و پیشرفت منه. با این باور که خداوند میخواد که همیشه من موفق باشم، میخواد که پیشرفت کنم، میخواد که به خواسته هام برسم که حالا جلوتر در موردش توضیح میدم. و راهکار سوم دوستای عزیزم چیه؟ راهکار سوم اینه که شما رها کنید و دیگه نگران نباشید. اگر به خواسته هاتون نمیرسید، اگر یه اتفاق نامناسبی براتون رخ داده، اگر و هر دلیل دیگه، هر اگر دیگه، هر امای دیگه، خب به هر دلیلی، هر چیزی هست، هر ترس و نگرانی هست، رهاش کن، دیگه نگرانش نباش. چون خداوند میتونه تمام اون نگرانی ها و ترس های تو رو از بین ببره. اما کی؟ چه زمانی؟ وقتی که تو رها کنی اون نگرانی ها رو، وقتی نگرانش نباشی که این اتفاق بد برام رخ داده، این مشکل رو دارم، این
در واقع شرایط نامناسب تو زندگی وجود داره. نه، ترس و نگرانی ها تو رها کن. وقتی تو رها کنی و توکل کنی و اعتماد کنی به خداوند که میتونه کمکم کنه و راه ها رو برام باز میکنه، شرایط زندگیم رو درست میکنه، اون موقع است که تو تسلیم شدی. وقتی که ولش میکنی، وقتی که رها میکنی، یعنی ایمان داری به خداوند، اون موقع است پس تو تسلیم خداوند شدی. پس این راهکار سوم خیلی مهمه. همیشه تو هر شرایطی از زندگیتون باید اون نگرانی رو سعی کنید از بین ببرید و رها کنید اون مسئله و مشکل رو، تا ورق زندگی برگرده و خداوند قانونش جهان هستی شرایط رو برای تو مهیا کنه، اون راهکارها رو سر راهت قرار بده، آدمای مناسب رو بیاره. و اما چهارمین راهکاری که به شما کمک میکنه که تسلیم خداوند باشید، اینه که ایمان و توکل خودتون رو تقویت کنید. شاید براتون الان جالب توجه باشه که خب اگر ایمان و توکل من قوی باشه تسلیم خداوند هستم دیگه، من چجوری، من نمیدونم چه شکلی این کار باید انجام بدم. ببینید دوستای عزیزم، ایمان و توکل خیلی ارتباط مستقیمی داره با تسلیم بودن در برابر خداوند. کسی که ایمان داره به خدا، کسی که میتونه توکل کنه به خدا، کسی که قدرت خداوند رو میپذیره که تنها قدرت مطلق جهان هستیه و میتونه همه راه ها رو برام باز کنه، میتونه هر کار رو تو زندگیم انجام بده، اون فرد هست که میتونه به خداوند توکل کنه، ایمان داشته باشه و اینجوری تسلیم خداوند باشه. تسلیم خداوند باشه که اگر امروز شرایط بر وفق مراد نیست، فردا شرایط تغییر میکنه، روز بعد شرایط تغییر میکنه، بالاخره شرایط به نفع من پیش میره، یا اصلا همه اینا داره به من کمک میکنه که من رشد و پیشرفت کنم. خب همه این در واقع اتفاقاتی که الان من نمیدونم دلیلش چیه، مثلا چه میدونم شما توی کسب و کارتون یک کارمندتون رها میکنه میره، یا یک چالشی رو تو کسب و کارتون با مشکل مواجه شدید که راهکارش الان نمیدونید، شاید تو اون لحظه ناسپاس بشید، تو اون لحظه از عالم آدم شاکی بشید، خدا این چه وضعیه، این چه زندگیه، من نمیدونم دیگه باید چی کار کنم، چرا همش به مشکل میخورم. ولی اون چالش و مسئله اومده تو رشد بده، اومده بزرگترت کنه، شاید هم اصلا دلیلش رو نمیدونی، هر چیز دیگه ممکنه باشه. ولی اگر به خداوند ایمان داشته باشیم، اگر توکل داشته باشیم، اگر تسلیمش باشیم، میگیم خدایا حتما خیره، حتما این مسئله، این چالشه، این موضوعی که الان باش درگیر هستم، خب به رشد و پیشرفت من کمک میکنه، اومده که من رو به خواسته هام برسونه. خواسته های بزرگتری شاید دارم، خواسته هایی دارم که از این مسیری که الان اینجا شو دقت کن، خیلی مهمه. شاید ما خواسته هایی داریم که الان توی مسیری حرکت داریم میکنیم که خلاف اون خواسته هامونه. این چالشه، این حالا شرایط اومده برای ما رخ داده که به اون مسیر دیگه هدایت بشیم. شنیدید حتما میگن خداوند گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. شما دلیل این که الان مثلا فرض مثال تنها راه درآمدتون یه چیزی بوده، این از بین رفته، شما نمیدونید، ناراحت میشید، عصبانی میشید، نمیدونید دلیلشو، ولی این احتمال وجود داره که اگر شما تسلیم خداوند باشید، اگر بهش ایمان داشته باشید، این در واقع احتمال که چه عرض کنم، این یقین، ایمان اگر داشته باشید شما بهش، تبدیل میشه به 100% اتفاق مناسب که شما هدایت میشید به راه بهتر، هدایت میشید به مکان بهتر، به راه درآمدزایی بهتر. یعنی همون داستان اگر ز حکمت در رو ببنده، یک رحمت دیگه باز میشه، یک در پر رحمت‌تر، رزق و روزی بیشتر، شرایط بهتر. پس در همه حال ما بتونیم باید این ایمان و توکل خودمون رو حفظ کنیم تا در واقع نتیجه بگیریم، تا اون معجزه ها وارد زندگیمون بشه. و تمرین و راهکاری که من بخوام اینجا بهتون بدم برای اینکه این ایمان و توکل قوی تر بشه، یک اینه که شما قرآن رو بخونید، آیات قرآن رو، معنیش رو برید بخونید، معنی قرآن رو بخونید. چرا؟ چون به شما کمک میکنه اون داستان‌هایی که تو قرآن اومده گفته. کلا قرآن زیاد در مورد داستان‌ها و حکایت‌ها و حالا اتفاقاتی که رخ داده اومده صحبت کرده. همه اونا در واقع داره کمک میکنه به ما که ما ایمانمون نسبت به خداوند تغییر کنه، ایمانمون بیشتر بشه. برید حتما بخونید، امتحانش کنید و اگر امتحان کردید حتما این تجربه رو دارید. پس این کار رو انجام بدید، خیلی کمک میکنه به تقویت ایمان شما. خب خیلی کمک میکنه به تقویت ایمان شما. من همیشه این کارو انجام میدم در مواقعی که شرایطش رو دارم، خیلی وقتا میرم مطالعه میکنم و خیلی هم به من کمک کرده. و تمرین دومی که برای تقویت ایمان و اعتماد به خداوند میخوام بهتون بدم رو در پایان ویدیو بهتون میگم، تا پایان ویدیو همراه من باشید. ولی راهکار پنجمی که به ما کمک میکنه برای در واقع تسلیم بودن در برابر خداوند چیه؟ راهکار پنجم دوستای عزیزم اینه که ما به
ندای درون خودمون گوش بدیم، به الهاماتی که بهمون میشه توجه کنیم. من قبلا هم گفتم بارها اینو و باز دوباره میگم، خداوند در همه حال با ما صحبت میکنه، نه به این معنی که میاد با ما حرف میزنه، نه، به هزاران شکل مختلف داره پیغامهایی رو به سمت ما میده، به ما میده، هدایتمون میکنه این کار انجام بده، این مسیر رو در پیش بگیر، اینجا نرو، اینجا برو، این وسیله رو بردار، این وسیله رو بر ندار. در همه حال داره با ما صحبت میکنه. ما باید به این ندایی که درونمون، ندای مثبتی که درونمون داره با ما صحبت میکنه، هدایتمون میکنه، گوش بدیم و بهش توجه کنیم و بهش عمل کنیم. حتما همه شما تجربه داشتید که یک حسی توی وجودتون مثلا گفته که این کارا رو انجام نده، یا می‌خواستید یه جایی برید فلان وسیله رو هم بردار. از این چنین موضوعات خیلی برای همه ما پیش اومده. گاهی وقتا بهش عمل کردیم، گفتیم ببین بهم گفت اینو بردار، من برداشتم و چقدر اتفاق خوب رخ داد. گاهی وقتا مثلا اون وسیله رو بر نداشتیم و وقتی رسیدیم اون مقصد، مسافرت بوده، هر چیزی بوده، گفتیم که یه حسی به من گفت برش دارم این وسیله رو، اما گوش ندادم بهش. و ما میبینیم که وقتی به این الهامات، به این حس درونی عمل میکنیم، چقدر اتفاقات خوبی برامون رخ میده، چقدر کارمون راحت و آسون میشه. ولی وقتی گوش نمیدیم بهش، چقدر سختی میکشیم و چقدر در واقع تو مسیر سختی حرکت میکنیم. حالا ما با گوش دادن به الهاماتی که بهمون میشه، با اون ندای الهی، ما در واقع داریم ایمان خودمون رو تقویت میکنیم، ما داریم تسلیم خداوند بودن رو تمرین میکنیم. کسی که به اون ندای الهی گوش میده، اون تسلیمه، اون تسلیم خداونده. یعنی وقتی مثلا به شما میگه که این راهو نرو، شما دارید توی مسیر رانندگی میکنید، میگه از این مسیر بهت میگه، این حست میگه از اینجا نرو، از اون ور برو، دلیلش رو نمیدونی. ولی اگر ایمان داشته باشی به خدا، اگر تسلیمش باشی، قبول میکنی، میگی باشه من نمیدونم چرا ولی از این مسیر دیگه میرم. این یعنی تسلیم بودن. این یعنی تسلیم بودن. پس یکی از اون راهکارهایی که به شما کمک میکنه تسلیم خداوند باشید، گوش دادن و عمل کردن به اون الهامات درونیتونه، به اون راهنمای درونیتونه. توجه کنید بهش و عمل کنید. این کمک میکنه که شما اینجوری تسلیم خداوند باشید. و جمعاً دوستان عزیزم، این راهکارها همه رو کنار هم دیگه بذاریم، با عمل کردن بهشون، با گام برداشتن در این مسیرها، شما دارید با خداوند هم جهت میشید، با خداوند هم فرکانس میشید، دارید خودتون رو تسلیم تر میکنید در برابر خداوند، دارید بیشتر دل میسپرید به خداوند، دارید ایمانتون رو تقویت میکنید. نتیجهش میشه آرامش، نتیجهش میشه احساس خوب، نتیجهش میشه توکل، نتیجهش میشه باور به خدا. و اینا فرکانس های مناسبی هست برای رسیدن به خواسته ها. اینا فرکانس هایی هست که شما رو با وقوع معجزه ها هم جهت و فرکانس میکنه. در واقع اینا فرکانس معجزه است. وقتی این کارا رو انجام میدی، میبینی اتفاقات و شرایط معجزه‌آسایی برات رخ میده. حتما همتون اگر انجامش دادین تجربهش کردین و اگر انجام ندادین حتما انجام بدید تا تجربهش کنید. و اون راهکاری که دوستان میخواستم بهتون بگم برای اینکه ایمانتون رو به خداوند تقویت کنید چی بود؟ اون راهکار اینه که دوستای عزیزم به یاد خودتون بیارید چه زمانهایی بوده. قطعا زمانهایی بوده که شما تونستید به خداوند ایمان داشته باشید، تونستید تسلیمش باشید، تونستید بهش توکل کنید و چه اتفاقای خوبی براتون رخ داده، چقدر زندگی براتون آسون و راحت شده، چقدر کارتون به طرز معجزه‌آسایی انجام شده، پیش رفته. اونا چه زمانهایی بوده تونستی به خدا اعتماد کنی، تونستی تسلیمش باشی و چه نتایج معجزه‌آسایی برات رخ داده. میخوام ازت که به عنوان تمرین اونا رو به یاد خودت بیاری و بنویسی، برا خودت بنویسی. خب این کار به تو کمک میکنه که ایمان تقویت بشه و وقتی ایمان تقویت میشه میتونی راحت تسلیم خداوند بشی، بگی که اون زمان خدا کمکم کرد، پس بازم میتونه کمکم کنه. یعنی وقتی اینا رو به یاد خودت میاری، باید یه تلنگر به خودت بزنی، یادآوری کنی به خودت که اگر اون زمان خدا کمکم کرد، اگه اون موقع تسلیم شدم و جواب داد این قانون به من، پس بازم خداوند کمکم میکنه، بازم هدایتم میکنه، بازم جواب میده، پس من باید بیشتر تسلیم خداوند بشم. اینا رو به یاد خودتون بیارید و برای خودتون بنویسید و چقدر عالی میشه که بیاین این تجربه خودتون از به یاد آوردن این آگاهی ها، از به یاد آوردن این تجربیات توی کامنت ها هم بنویسید. هم به خودتون کمک میکنه، هم در واقع به یاد میارید. قرار هست بنویسید، باید قرار هست بنویسید تو دفترتون، توی موبایلتون، هر کجا. توی کامنت ها هم اگه بنویسید، به بقیه دوستانتون هم کمک کردید که به رشد و پیشرفتشون در واقع اینجوری کمک کردید و به درک این قوانین کمک کردید. همه شما عزیزانم رو به خدای خوب مهربون میسپارم. عاشقانه منتظر خوندن نظرات زیبای شما هستم. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. چرا؟ چون ویدیوی بعدی که میخوام براتون بذارم
ادامه همین ویدیو است. در واقع اونجا یک داستان بسیار الهام بخش، یه سری آگاهی ها بهتون میخوام ارائه بدم که بتونید به معنای واقعی تسلیم خداوند باشید. میخوام از زندگی حضرت ابراهیم در موردش با شما صحبت کنم و مطالبی که تو اون ویدیو میگم واقعا معجزه‌آسا است. پس حتما اگه کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید که مطلع بشید از انتشار اون ویدیو. و این دوتا ویدیویی که از قبل براتون قرار دادم به شما کمک میکنه برای تقویت ایمان و اعتماد به خداوند و پیشنهاد میکنم که این دوتا ویدیو رو از دست ندید. تا ویدیوی بعد شما رو به خدای خوب مهربون میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.